من پیشنهاد میکنم اگرچه این گپی مرا سازمان ملل حقوق بشر کشورهای اروپا و آمریکا نمیشنوند و گوش هم نمیکنن عمل هم نمیکنن در پیشنهاد من چنین است که قانون باید بگذاره سازمان ملل که هر نفری که به قرآن توهین میکنه تحقیر میکنه حتی پای بتورات قرآن میقپه ممکن است به بتورات قرآن قپیدن یا پیغمبر تحقیر میکنه دو بار اعدامش کنن یک بار نه دو بار اعدامش کنن در محضر عام در نزد مردم و دنیا را نشون بدن دو بار اعدامش کنن نفری که قرآن تحقیر میکنه یا پیغمبر آخر زمان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. این پیشنهاد به سازمان ملل چرا خاموشین؟ سازمان ملل آمریکا، افریقا، اروپا، تمام کشورهای دموکراتی و پیشرفته چرا شما خاموشین؟ 2 میلیارد مسلمان را تحقیر کرده. 2 میلیارد. باز هم میگم که با یک نفر با یک کشور دیگه ربط نداره قرآن سوزی. باید قانون ببرین. این دیگر کسی جرأت نکنه که قرآن بسوزونه یا پیغمبر تحقیر کنه. و کشورهای اسلامی باید که تمامی سفیرهایی که دارن که از همون سوئد از شویتزیا از کشورشون بیرونش کنن رابطهشون قطع کنن تا وقتی که توبه نکنه و این نفر و اون نفری که پیشترک بود از ملت خودشون 2 بار اعدام نکنن در نزد مردم 2 بار یک بار نه 2 بار اعدام مرده یک بار اعدام دادم میمره با میگیرن بازم یک بار اعدام میکنن اینای دیمبورش میگه به خاطر تمام شما مسلمان ها یکم جزاش برای قرآن سوزی دیمش میگه برای شما اینای مسلمان ها که ببینید ما کار کردیم اینای بود مصیبت یا که مشکلاتی که ما پس سرش کرده استیم